أين الرجال؟ به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان یاری کردند. من شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و شهادت می دهم که محمد رسول اوست. امروز در درس 12 ما مضمون کلمه اعرض یعنی روی گردان را بررسی میکنیم. الله تعالی فرموده است و از مشرکان روی گردان. در آیت دیگر می فرماید و از جاهلان روی گردان. مفسرها بیان کردند که معنای آن چنین است: و مشرکانی که تو را از آیات الله روی گردان کردنی هستند اهمیت مده. این کلام آگاهی سخت را افاده می کند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرموده است: از این رو از آنها روی گردان و آنها را هشدار ده و در تنهایی به آنها سخنانی تأثیر بخش بگو. روی گردانی معنای کشیدن حدود را دارد. اگر تو روی گردانی، پس تو خود را از آنها جدا ساخته ای. تو اسلام خود را پاک و جامعه خود را باشد متحد نگاه داشته ای. اگر تو روی نگردانی، پس در این حال دشمنانت با خسیسی نزدت آیند و تو را با صلح و نزدیک شوی طرفین زهرآلود کنند. این خطر بزرگ است که ما امروز مشاهده می نماییم. به انقلاب‌های عربی یک نظر افکنید. چگونه بعضی اسلامی ها از امریکا و عموما از غرب بعد جستجوی نقطه گذشتنی روی نگردانیدند. غرب از خسیسی آنها استفاده نموده آنها را خرید و زهرآلود کرد و به آنها قرضهای فایزناک داد. در جواب آنها حدود شریعت الله را تجاوز نموده با حکم نازل کرده الله حکم راندن را آغاز نکردند. با سبب این الله سبحانه و تعالی به آنها نصرت نمیدهد. انقلاب باشد ادامه یافته. این نوبت ضد آنها میبراید، چون احساسات امت اسلامی سوی اسلام روانه است. همین طور اگر امت کسی را با گمان آنکه او با شریعت حاکمیت خواهد راند به کرسی حاکمیت رساند و او این کار را انجام ندهد، این امت ضد او خواهد خست. بگذار کسی گمان نکند که در این حال از غضب امت اسلامی فرار کرده میتواند. امت مثل پیشتر سوی شریعت شتاب دارد و اسلام را خواهان است و جز خلیفه حقیقی که بر اساس تطبیق نمودن کتاب الله و سنت رسولش صلی الله علیه و سلم امت به وی اطاعت میکند، کسی را قبول نکند. ای الله، این روز را نزدیک ساز، دیدار خلافت را برای ما نصیب گردان و ما را از گمراهی روی گردان ساز. من برای خود و شما به الله استغفار میگویم. السلام علیکم.